سلام، من زینبم، مربی سنگ‌نوردی سالن داوینو. امروز میخوایم با هم راجع به صمیمی‌ترین رفیقای سنگ‌نورد یعنی کفش سنگ صحبت کنیم. اگر شما با هر شکلی با این ورزش آشنا شدید و تصمیم گرفتید که سنگ‌نوردی رو شروع کنید، اولین و مهمترین وسیله‌ای که احتیاج دارین یه جفت کفش سنگه. این کفش‌ها بسته به اینکه چه فردی داره ازشون استفاده میکنه، یعنی مبتدی یا حرفه‌ای، و اینکه چه سبکی از سنگ‌نوردی رو انتخاب کرده، میتونن شکل‌های مختلفی داشته باشن. ولی به طور کلی کفش‌های سنگ دارای انعطاف‌پذیری بیشتر و قابلیت طراحی به شکلی هستن که پنجه پای شما رو توی یک فشار بیشتری قرار بده. این مسئله به شما کمک میکنه که موقع پا گذاشتن روی گیره ها هم درک بهتری از گیره های پا داشته باشید و هم این فشار مضاعف کمک میکنه که از پنجه‌تون خصوصا شست پا استفاده بیشتری بکنید. یک کفش سنگ به طور کلی از 3 قسمت تشکیل شده: روی یک کفش، پاشنه یک کفش و پنجه کفش. خود پنجه به 3 قسمت کوچکتر تقسیم میشه: نوک کفش، لبه خارجی و لبه داخلی. وقتی شما تازه این ورزش رو شروع کردین، یاد میگیرید که چجوری باید از قسمت نوک کفش و لبه داخلی اون استفاده کنید. به مرور که مهارتتون توی این رشته بیشتر میشه، تکنیک‌هایی رو یاد میگیرید که بهتون کمک میکنه از لبه خارجی، پاشنه و روی کفش هم استفاده کنید. چیزی که خیلی مهمه و همه مربی‌ها اون رو حتما به شاگرداشون تذکر میدن اینه که ما اجازه نداریم از قسمت کف پامون توی کفش سنگ‌نوردی استفاده کنیم. تا ویدیوهای بعدی میبینمتون.